असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बुनगेज गुन अल्लाह मेहरबान व बख्शो के नामा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। उम्मीद है कि हर जास्तित द्राव सलामत व सरबर्दो सोबत बेत शुमा हजीज़ गुल चारों के वती बलूची दीवान व पिरियामान शौगानिस्तान मिलनी गोश इंदा गिंदितु चारित बाद चश्मा मिन्नत अरस्तु। उम्मीद है कि मुदाम द्राव सलामत बेत रात के मरुची उठी पश्मा दुरुस्ती कनीन मरुची बाज जवानिन व ब्रादार दीवान यस्तो प्रियामे वाही प्रियामे तवतिया यक वाजकार व निकराहिय वाजे गुणवदारनो लोटन के मरुची दीवाना बे मौतु मरके बारा दिमा बरन कि मर्क ची वागशंत व मर्क चुने शो सिफात दारी व मर्क बुजाम आलत तन इंसान सराकारी तो वो इंसान दिस्ता गई व हर चिके बेमरके बारा भी मरुची वाज मशमारा मालूमात पटकुलियदम उम्मीद नशिता तागुरतरा गुण हमरा बेत ई वाजे के मरुची दीवान मशमाया तर पशमा दुरुस्ती कनी के दो वानक जा निकराई रा दरबरो मुदीर इंता यकी की ग्वारान मदरसत के अज़वाजुल मुताहरात नामदारी व दिगा ब्रासान इंता के दारुल कुरान मक्की नामदारी ई वाजे नाम ता शेखुल कुर्रा या मक्की व मियान उस्तमानी व बैन मिलली व नाम तवारीन कारी است उम्मीद है कि दीवाना तागुर सरा गुण हमरा बेत सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बाज वशाल उता के मैं लूटागा माने तो कबूल करते तो हाथे बेबलोचिन दीवाना ती जिंदे को तो बाहर जोते सलामत बेत अल्लाह शुमारा इज्जत मत कन पर मैं जिंदाम इफ्तिखार अल्हम्दुलिल्लाह के इदा हुजूर पैदा करतन तौफीक इलाही नसीब होत एक चंद कलमे در مورد موت इंशाअल्लाह इदा इजरा करन बाज वशिका शुमा बीत के पैसा के दीवाना मशमा गंगे कना बे मरके बारा मारा सरपदी दे के मर्क चीता शलियाज इस्तिलावी लगविया इ मर्क चुने माना दाई तो चुने सिफाती दारी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व कफा والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. خلاصين كلمات شكست من دارين که إن شاء الله با إرادة الله با توفيق إلهي در مورد موتا إذا إجراء كريم الله سبحانه وتعالى در قرآن الكريم فرمانيت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلاصة ومفهوم وكليات آية كريمة إيش أنت كسيك بدون شوتي اختياره يعني أصلا شوت خبر نداشت بيد دنيا تأتا همام مدل بعد بدون اختياره تشبلوتي تشملوتي همام مدل بعد دنيا تركن تبروت وإي دنيا تا فقط از ذاتی که حکومت کند و صاحب اختیار ای کل جهان و کائنات هست که جهان جور کرده آزاد باقی تو برای همیشه هست. شاعر فرمانید به زبان فارسی هر کس که آید در این جهان اهل فنا خواهد بود آن که زنده و باقی است برای همیشه فقط خدا خواهد بود. این خلاصه موت و موت برای هر زی روح هست. هر کسی که نفس دارید بای موت هست و موت ایده مشمه موضوع خاص برای انسانیت هست. انسانیت بدون نوع هست دنیایت. انسان های نیک هستند که همه مدل که به دنیایت وارد بودند. انسانی که به دنیایت وارد بید اگر ای وارث بند اگر غریبه بند اگر خودی بند به ای چهره فیصله نکنند به ای معصومیت و به ای بیگناهی فیصله کنند. هر کسی که مشاهده کند یا
ماسه بغل انتی گوندو که یا پسه بغل انگرنت یک بوسه یدینتی یک جایزه هم دینتی یک هدیه یدینتی به چهره فیصله نکن چه چهره سیاهی داشته بید چه چهره سفیدی داشته بید چه چهره بدی بید بلا نسبت چه چهره خوبی بید چون این انسانی هست و بدون گناه به دنیا وارد بوده یک درسی که مشما گندن وقتی که انسان زنده گنده سعی سالم گنده متشعر دوست داره شی خوشه شی خشما ترس دارند ای ابرنا اجرا کنند ای دستورنا اجرا کنند هرچی ابگوشی تی قبول کنند این لحظه که انسان ش دنیا رود شی چهره مردم وحشت کنند چون چهره گوات گفته دور شما بلا تسبیح شکم گوات گفته چهره وحشتناک بوده چم پاچ منتن دپ پاچ منتن این لحظه ای چی انت ای علامت گناه انت انسانی که وقتی که پاک آتا به دنیا پاک قرارش دنیا بروت ای موت طرزی هست دسته تکانه دیند پاده تکانه دی چهره تکانه دی فکر کنند کلن آگاهند اصلا ای واب شد یعنی نشته سیل کنتم ماره به ای طرز نرم بدن آرامش داره یک بوی خاص و خوش انسان احساس کن و هیچ ترسی هیچ خوف انسان وجود تا نکد انو شما گوشید که شکلام بارا و شاءالله سوگایی بارا که بی مرکه بارا دورن پاک چی سوگایی کرده چی گوشته گوتی بندگان الله متعالى فرماینید ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون برای هر امتی برای هر انسانیت یک اجل خاص وجود داره و ها اجل بیوتی تاریخ سره بیوتی جای سره کید نه یک ساعت عقب کید نه یک ساعت بعد که سر وقت بما جای سره که الله متعالى نوشته به هی تقدیرته که به فلان جایی وقتی روحا باید بند همه اجا باید وقتی روحا بند یک قصه کوتاه دارن در مورد همیشین در زمان سلیمان علیه السلام در بیت المقدس سلیمان نبی علیه السلام داشت بوتی صحابان عبر داد یک شهیاران ای بغل دست راست نشتد همین لحظه که داشت صحبت کرد عبر داد اسرائیل علیه السلام یک لحظه پدید بود به وجود آت همین لحظه آت بمی مردم مستقیم خیره بوده تو بهمیش چمان تا سیل کرده هیچ اشکواش که سیل نکن همین مردم هرچی دیما اشکواش که گردین ترسید چهره دیس وحشتناکت با خشم و غضب معلوم بود هرچی اشکواش که سیل کن بازم آسیل کن شاید او ساعت آتش کسی که بازم آسیل کن خلاصه همین لحظه بود که یک لحظه پدی نپدید بود همین اسرائیل علیه السلام زود و دور داد به سلیمان علیه السلام بقالا گوشتی که یا نبی الله اکیت کبیرم به من خیره بودت من واقعا باز ترست و وحشت کرد سلیمان علیه السلام گوشت امر کل موتت امیشی که روحانه گیت روت امیشی که نفسانه گیت گوشتی اگر یک بار دیگه بیت من دیگه فکر مکنیم توانی زندگ من شتا ای تقاضا و خواهش داریم بمی لحظه امی گواتا امر کن نه به هندوستان به دهلی هندوستان بر که بار دوم که بیت دیگه من هیچ شاعر مگندیم سلیمان علیه السلام به گواتا امر کرد همیشه چیز کرد برد به هندوستان به می لحظه تا بیت المقدس کجا هندوستان کجا دهلی هندوستان همی لحظه که آیرا برد گوات پدا اسرائیل علیه السلام پدید بود و آت با خنده با خوشحالی نزدیک به سلیمان علیه السلام سلام عرض کرد بعد سلیمان علیه السلام گوشت یا ملک الموت مردم وحشت تا دور داده باز ترسید جریان چیه شب من تعریف کن گوشتی من به ایشی منتتون قدرت الهی من مات منتتون که الله دستور دادد این مردم به هندوستان دهلیه به فلان لحظات بایدش روحا قبض کنه من جهان دور جتون و ایشی موت به آخر نزدیک کشی تاریخ تمام بودد من همین لحظه آتون به بیت المقدس دیستونه ایده که دیستونه من تعجبتون الله متعال نگوشت آدایش روحا قبض که و من ایدایش را دیستم پدا شدتون محضر الله گوشتن یا الله تا گوشت آدای روحا قبض که و من ایده هاتم الله متعال گوشتن برسه که گجاید بار دوم که من زمین هاتون سکرتون اما هندوستان اما جایی که الله دستور دادت یا ما دا وجود داشت همه داشتی نفس گفتن یعنی الله متعال امی جا حتی تعیین کرد همی وقتا تعیین کرد نه وقت قبل که نه وقت بعد که سر وقت که سر جا که انسان تمام کن توش دنیا برد باز شما نترس باز جوانین عبر و اشاره داشته سوگایی داشته شا الله کلام و نقل و داستانی که ما گوشتی باز ایران کنو که نبرید بیشک انسان شا مرکز ما جستین رای ندارید انو شما شا دورن واجه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبران ما پیش کنی که
ای واجه خبر بی مرکه برا سوگهی چی بودگی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد موت باز تاکید کرده. احادیث مشما باز دارن که کتابان تعاتن باز تاکید کرده. خلاصه ایش انت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها گفته الموت حق. موت یک چیز حق حتمی. انسان بلوٹی ملوٹی چه دنیا تمام بیت برات. چرا که پیامبران بودن، بزرگان بودن، مستقیم با الله کلام کردن، چه دنیا تمام بودن شدن. ابوالبشر که حضرت آدم علیه السلام بوده، اولین انسان ها بوده، اش دنیا تمام بوده شده. ابوالانبیا که چندین نسل ای پیامبر بودند، حضرت ابراهیم علیه السلام همش دنیا شده. و پیامبر فرمایند که منم همچنین شمیدار رین. و این دنیا تا الله متعال طرزی دنیا تنظیم کرده که مشمع روزی تنظیم روزی که تمام بود، انسان یک قطره آب نتوان دیگه ش دنیا برد. اما رزقی که تمام بود شد دیگه هیچ چیزی نتوان ش دنیا برد. ها که تمام بود، روزی که تمام بود، الله متعال ایشی وقتا که تمام کرد هیچ حق نداره. بعض وقتا اگر شما فکر بید که مشما دیستان بشید فلانی تصادف کرد، کاش که شیرا ما شدین شا فلان را شدین، کاش که ای وقتا ما شدین بانده نشدین دیگر رو شدین. الله متعال اما جاها، الله متعال اما تاریخ کلن پای تنظیم کرده. این نتوان شیرا مرد. بعض موقع گنده گسه تا نشتا باندار بوتا، مجلس بوتا، خوب راحت و تی نماز خفتن وانتا تمام کرده که سرایش تا صبح که پادا کنه تا ما وابه تا سکتا کرده، اما وابه تا تمام بوده شده. و بعضی بودند و تی عروسی شپا، چه مردین زاگ چه جنه زاگ، عروسی شپا هر دوتا گوت یک جا بودند، ماشین سوار بودند که شارت یک رسمی بیسله 4 دهند مردم زانند که مروچی ده عروسی بوده، ماشین تصادف کرده. اردوین تمام بودن شه دنیا شدن. ای الله متعال امی مدل نوشته کرده، هیچ رای نداشته که ای مدل مرد. یک تکه داستان مشما دارم که اسرائیل علیه السلام یک جای به یک قریه موت باز بود، مریضی وبا گوشتند قدیم مریضی که طولانی مریضیه، باز موت باز بود. یک جوان فکر کرد که من مجبور شی قریه نجات کنم. یک قریه کوچ کرد و ترا نجات داد، چون آیم قریه تا بالاخره مریضیت که دیگر انام گفت بیاوان وارد بود. این جوان شده کوچ کرد و ترا نجات داد، کسر خبر نکرد، به دور دیگه جای جنگلی شد. همود نشته تا میرنگ انتظارت که دیگه دلت یه فکر کو که من دیگه نجات کردن شه موتا، من شه مریضی نجات موت نی سراغ نکرد. دیس که یک نفر دارید رد بید شده، آتش را سلام دا گوشتی جوان پچیده نشتگه، گوشتی راستش ای رنگن که من همه قریه و محله تا موت وارد بوده، مریضی وارد بوده، منم جوانی هستم به اصطلاح آرزو داریم به دنیا تا. گوشتون شمیده و ترا نجات دیم. گوشتی جوان بروتی زندگیه که الله متعال بدون مریضی هم انسانانا تمام کرده و برده، بدونی که آتش سوزی بید، بدونی که دیوار سر چپی بید، بدونی که سیل وارد بید. الله متعال هر وقتی موتا به هر مدل نوشته همه مدل موت بیت سراغ کرد. ایر نه انت که تا فکر کنه. خلاصه داستان بیشی بود که گرنا گوشتی خب به همانو تا براستاری کردن و تا موترا گوشی منو فلانی اون شپلان جات و به مدل تا گو که گرنا گوشتی که من ملک الموت، اما کسی که تا فرار کرد که همی فرد منم که مرو چاتونتیه، چون الله نه خبر داد که مردم شما تاجسته فرار کرده. گران گوشتی که خب تا گوشتی هم بالاخره که یرن بود گوشتی نی تاریخ هستی که گوشتی الله متعال تنگتی تاریخ به من نداده کردیم وفات کنه، فقط من میشر ازانی که توتی عروس شپا وفات کنه. به اصطلاح مشما که کله ترا وارد کردن تی موت ما کله تابید. ای جوان باز ناراض بود که نی موت عروسی شپا. ای کوشش باز کرد گوشتی یارم من دیگه به عمره عروسی نکنه، چون نی موت نی عروسی شپا تمام نی زندگی تمام. بالاخره بیشی بود که هر چیش رو وارث زاریه کردن، هر چی التماس کردن. گوشتی من اصلا گسر گید. بالاخره بود که هر مدل که سر گوشتن تی قبول نکو. آخر دیگه انسان چاره ای نداره، بدون زندگی که امکان نداره. سن بالا شد، ریشت سپیتین تر وجود بود، امکانه. بالاخره کیش رو مجبور کردن به یک نارضایتی ای قبول کرد که خلاصه قبول کرد و ابر تمام بود و دیگه نونزند که من وارد بین بیا اتاقه تا نی موت جمع اتاقه.
وقتی که وارد بود گسیت این نشتت انون سیل کرد انون ملک الموت که دیر ملک الموت که انون ملک الموت که دیر کرد ایشی خانم اشک ما ستوار کرد پیشی غذا دیگه تا آماده کرد گوشت بریشان شما دوینه مدرحات بود این وقتی که ایشی را آورد شیشی پشت سر مار سیاین مار در بود همه که لوٹه تشرب جن جنین زگ وار خطا بود می دیگه دور داد که دور داد امی ماره سرا لگید همه مار عمود تمام بود ایش کواش که وار خطا بود مارا کشتن تو شیشی وشا شد نان وارتن تو تمام بود 1 ساعت 2 ساعت گوست تعجب کو که موت نیتنی خوشحال انت احساس خوشحالیه کم این شب کلن گوست بانده نبود دیگه شب گوست 3 شب گوست ایش موت نیت آخر عمر انتظارت که ملک الموت که نی براسی گومن دست براسی داتت منش گندی جریان چی بالاخره بیشی بود که خلاصه که آت و دیست و مبارکی دات عروسیه قرآن گوشتی که قرارت که نی موت ایرنگ بود نی موت چون بود گوشت الله متعال تی عمود فیصله کرتد عمود تی فیصله کرتد و همه فکر که تا داشته پده اعتقاد داشته برگشته هات بیوتی شهر زانته که الله قدرت هر جا هست همین تی فکره الله متعال قبول کرد ایشا بین من یک صدقه پته حساب کرد الصدقه تدفع البلاء و تزید العمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایید صدقه بلان دور کن انسان عمره اضافه کن الله متعال همیشه پته صدقه حساب کرد تا عبادت و تی 2 چند کرد 2 برابر کرد ایشان موچن پته صدقه حساب کرد ترا عمر جدید داد اما مار تی موتت که آتد اما مار جن مرد ان من تی تاریخ نزنی که کدینش دنیا رو تمام به ای الله متعال قانون انسان عمره الله متعال 2 جا اضافه کن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست دیگه جا انسان عمر گو حج شدن اضافه نبید انسان عمر گو نماز وانتن اضافه نبید انسان عمر گو تلاوت قرآن اضافه نبید انسان عمر 2 جا که از روی حدیث آتا الله متعال اضافه کن یکی ایشن گو صدقه انسان عمر اضافه بید یکی ایشن تا که انسان عمر گو خدمت پس ماس اضافه بید همین 2 چیزا که امه جوان امه براس امه گوار ان ماس و پس احترام داشته بیان الله متعال شان عمره باز کن قرآن تلاوت بیش از حد ثوابنا درجاتنا بالا بار زندگی بهتر بید آرامش قلب حاصل تر بید دیگه که نماز باز بانید الله متعال ایشی زندگی آرامش داد ایشی قلبا صبور کند ایشی زندگی خوب بید جند راحت بید ایشی کل بلاهان دور بید نجات کند مگر عمر که اضافه بید امید 2 جا باز شرطن شما گپ اترام باز مارا وشال کرتن تو دلپسند گپ وبرتن و امید که عزیزین گلی چاروک شما اولا نوشکتن اوانم پسند بید و اوتی زندگی تا اما نیکین خبری که هستند اما سوگایی کشا پاکی کلام گوشته بوده شد و رواجه دپا گوشته بوده و چیزی که اسلام و شریعت سوگایی کرده امید که عزیزان گولی چارو که دیوان گندن ای چیزان که زندگی تا پیاده کنن تو شیشان کار کرد منتار شما الله متعال شما را عزتمند کن سلامت بید منم خوشحال بودم که چند کلمه شما زبان ناکسنا حدیث بیان بود و آیه قرآن کریم بیان بودند الله متعال به من و شما و کل مسلمین و مسلمات توفیق عمل عنایت کن من دیگه باره ندارین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته منتار شما عزیزان گل چارو کام باز و شالستم که تی دمکترا نشته تو دیوان دیست تو واجه یا مکی که بمینا و نشانه هم افغانستان و هم در ملک درست بید این موچی دیوانه و مشما دیما بود تو باز وشین دیوانه و امیدی که یه باری که گشتگ بود و مشما وشکتن ایشان اوتی زندگی تا مدام کار گرم اگر اوتن که جوانین زنده داشته بین و یک مرگ و موتی جوانین داشته بین که دنیا هم ماشمارا نیکی نصیب و قسمت بید گیتره میشه که همین دنیا تا وتی زنده پا جوانی دیما برن و انسانیت تا وتی چمه دیما بیارن وش انسانیت تا کار گرن اگر انسانیت تا ماشما کار گرن گرن اما چیزی که شریعت و اسلام مشمار گوشته بوده هیچ دوریش انسانیت نداری دیوان به همه به گرسر رستگی و همه دیتو حلاس بید تا دیگه پریامی که بشمه لوگ میتاکن از ملوٹین اما دورنزاد شما ساتو